بینندگان عزیز سلام. برنامه اخباری آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان منظور شماست. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهای امروز 30 آگوست. هزارها محبوسان به آزادی میبرایند. طرحی در انتظار قانون عفو در تاجیکستان از جانب پرزیدنت امالی رحمان به پارلمان فرستاده شد. عکسی که باید وحدت رهبران قرقیزستان را تجسم میکرد در شبکه‌های اجتماعی همچون دفع کردن این کشور معنی داد گردید. و گزارش داریم درباره آنکه چرا در پیسته‌زارهای وادی وحش با دوربین هم نمیتوان پیسته را پیدا کرد. یگانه همین منبع درآمد خودگی همون اویلش در همین جمع‌آوری میوه پیسته میباشد. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 6 سپتامبر طرح قانونی عفو را بررسی خواهد کرد که امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد نموده است. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت روز 30 آگوست خبر داد. طور معلوم بسیاری از خویشون نزدیکان محبوسان این عفو را منتظرند و میخواهند درباره آن معلومات بیشتر بگیرند. از آنجا که عفو به جشن 30 سالگی استقلال ملی تاجیکستان ربط میگیرد، انتظاری ها هم زیاد است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. بگویید که این عفو از عفوهای پیشین چه فرق میکند و میشود گفت که فراتر از آن هاست یا مخصوص است؟ ببینید، تا امروز درباره این عفو زیاد گفته میشد و در شبکه‌های اجتماعی آن را از جمله عفو طلایی مینامیدند و تخمین میزدند که 25,000 نفر را در بر خواهد گرفت. ولی امروز معلوم شد که همگی 16,000 نفر در بر گرفته می شود. از اینها 10,700 نفر از جوابگری جنایتی و ادای بقیه جزا آزاد می گردند. همچنین 1150 نفری که از جانب مقامات در جنایت گمانبر یا عیبدار شدند و یا پروندهشان در دادگاه بررسی می شود بخشیده می شوند. قریب 3,000 نفر محکوم شدگان از مؤسسه‌های اصلاحی، 1900 نفر محکوم شدگان از کلانی‌های اصلاحی سکونت و 4650 نفر محکوم شدگان از ناظرات کارهای اصلاحی آزاد کرده می‌شوند. مهلت جزای 5300 نفر باشد محکوم شدگان کم کرده می‌شود. گفته شده است در خبری دفتر مطبوعاتی پرزیدنتی تاجیکستان. ولی چیزی زیاده از این در این لایحه الحال معلوم نیست، ولی گفته می شود که در آن به زنان، نابالغان، معیوبان، بیماران وزین و افرادی از 55 سال بالا برتری داده شده است، ولی این برتری از چه عبارت است حالا روشن نیست. خب ببینید، با پیش آمدن مسئله عفو بسیاری از نزدیکان چهره‌های شناخته زندانی و هم سازمان‌های حقوقی حقوق امیدوار می‌شوند که شاید اعلان عفو به خاطر 30 سالگی استقلال تاجیکستان آنها را نیز در نظر خواهد داشت. آیا در این باره چیزی معلوم شده است یا نه؟ بله، درست است. کاربران شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های حقوق بشر میگویند که فرصت خوب است برای دولت که با آزاد کردن محبوسان این کینه‌ها را از بین ببرد. بیشتر پیوندان زندانیان حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، صاحبکار شناخته زید سیدوف، ادوکت معروف بزرگمیر یوروف، گنرال زندانی غفار میرزایف و خویشاوندان دیگر از چهره‌های شناخته زندانی توجه ظاهر می‌کنند. در مورد بعضی از آنها سالهای پیش گروه کاری وزارت عدلیه که به تطبیق عفو مشغول بود گفته بود که قانون عفو به آنهای ربط نمیگیرد که به حکم ابد محکوم هستند. مثلا گنرال غفار میرزایف یا محمد علی حیید و یا سید عمر حسینی. ولی استثنا بوده نمیتواند که این بار به آنها سبوکیه داده شود. ما دیده بودیم که وکیل شناخته که چندین جایزه جهانی گرفته است، بزرگمیر یوروف، بعد آنکه به 23 سال زندان محکوم شده بود، بدتر بر اساس قانون عفو 6.5 سال او کم کرده شد. یعنی چنین گذشته‌ها نیز از احتمال دور نیستند. اما گفته شود که در طرح پیشنهادی شخصانی که جنایت‌های مخصوصاً وزین را به حالت‌های وزین کننده صادر نمودند و آنهایی که یک بار بر اساس قانون عفو سال 2019 آزاد شدند ولی باز جنایت صادر کردند، عفو نمی‌شوند. به هر ترتیب جزئیات به زودی معلوم خواهد شد. سپاس برای صحبت.
برنامه ادامه میدیم. لطیفی پدروم رئیس حزب کنگره ملی افغانستان و عضو پارلمان افغانستان در واکنش به سخنان گلبدین حکمتیار جنگسالار جهادی و سروزیر پیشین افغانستان گفت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به حیث رهبر یک دولت همسایه و پیشوای قوم حق دارد درباره ضرورت حفظ حقوق تاجیکان افغانستان اظهار نظر کند. در پیام خود پدروم به آن اشاره کرد که گلبدین حکمتیار زمان خود در تاجیکستان پناهنده شده بود و آن وقت این را دخالت نمی‌دانست. و همچنین اظهار داشت که حکمتیار در شرح واژه شهروند درک درستی سیاسی نشان نداده، بیانیه‌های او نیز در همین سطح صدا می‌دهند. آقای حکمتیار پیامی بسیار روشن و انسانی رئیس جمهوری تاجیکستان را خوب نفهمیده بود. آقای حکمتیار همان گونه که معنی شهروند را نفهمیده بود و یک بار در کابل ابراز نظر کرد که شهروند یعنی رعیت و خیال کرده بود که شهروند کسی هست که در شهر کابل زندگی میکند و رعیت هم کسی هست که در ده زندگی میکند. اون نفهمیده بود که یک کسی میتواند در یک ده دور افتاده زندگی کند اما آدم عاقل باشد، آدم هوشمند باشد، فعال سیاسی باشد، فعال مدنی باشد، حق شهرونده را بداند، در مسائل اجتماعی کشورش مداخله بکند و این میتواند شهروند باشد. گلبدین حکمتیار در پیام پیش از نماز جمعه 27 آگوست در مسجد کابل به موضع‌گیری تاجیکستان در برابر رویدادهای افغانستان و ضرورت تأسیس حکومت همه‌شمول و رعایت جایگاه شایسته تاجیکان در آن واکنش کرد. وی از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان دعوت نمود که به حفظ حقوق اقلیت‌ها در کشور خود مشغول باشد و افزود که این تلاش‌ها به جدایی در افغانستان روانه کرده شدند. پگاه در قرغیزستان 30 سالگرد استقلالیت جشن گرفته می شود. در عرفه این سنه یک رسام عکس 6 پرزیدنت را نقاشی کرد که در آن رئیسان جمهور در نزد آرامگاه گل می‌گذارند. این رسم در شبکه‌های اجتماعی بحثی را برپا کرد. کاربران آن را به معنای دفن کردن کشور از سوی رهبرانش ارزیابی نمودند. هرچند خودی مؤلف میگوید هدف او تماما دیگر بود. رنگ‌های تیره رخ فاجعه بار در پس منظر تصویر وضع کشور در صف پیش 6 پرزیدنت قرغیزستان با گلچنبری در سر گور ایستادند. عکس رسم‌های آفریده رسام طالع‌بگ اوسوبالیف از نمایشگاه سوسیالیسم نو در روز نخستین در شبکه‌های اجتماعی زیاد پخش شد. این 6 نفر کشور را تارومار و گورو چوب کردند. خدا، تاریخ، گذشتگان و آیندگان شما را هیچگاه نمی‌بخشند. وقتی دیروز این رسم را با شرحش دیدم که این جنازه قرغیزستان است، موی تنم خیست. حتی نمیخواهم در خیالم این را راه دهم که همچون دولت ما فرو میپاشیم. چقدر آدمان برای آینده قرغیزستان جان دادند. نخود همه این برهدر رود. رسام طالع‌بگ اوسوبالیف از این گونه واکنش جامعه در حیرت است. به گفته او این رسم درباره جنازه نه بلکه دعوت به یگانگی است. نام این رسم اتابیت که یک مجتمع یادگاری در نزدیکی بیشکک است که آنجا قربانیان تعقیبات استالینی و کشته شدگان در انقلاب دوم دفن شدند. محض در همین جا به گفته اوسوبالیف 6 پرزیدنت سابق می توانستند واخورده درباره آینده قرغیزستان اندیشه کنند. من همچون شهروند قرغیزستان دعوت میکنم که آنها باید به مردم خدمت کنند، نه به خود بلکه به مردم. راه دیگر نیست. در صورت غیر دولت وجود نخواهد داشت. بعد واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی وزارت فرهنگ قرغیزستان و مدیر آثارخانه صنعت تصویری آیگل محمد قاضی و مصلحت دادند که صورت را بردارد، ولی جواب رد گرفتند. ما همچون متخصص در این رسم یگان فتنه انگیزی را نمی‌بینیم. این یک تصویر خیلی جدی است که شاید سالهای آخر در تاریخ صنعت تصویری قرغیزستان بسیار پیدا نمی شود. و اگر ما درباره موضوع این نمایشگاه رئالیسم نوی اجتماعی صحبت کنیم، پس این اثر است که اصلا جزء حیات اجتماعی همه ماست. در وزارت فرهنگ قرغیزستان میگویند که آنجا هیچ چیز را منع کردنی نبودند، بلکه تنها به اعتراضهای مردم واکنش نشان دادند. بار اول نیست که وزارت فرهنگ قرغیزستان به کار آثارخانه‌ها دخالت می‌کند. سال 2019 وزیر فرهنگ بر ضد نگاره‌های اعتراض کرد که در آن خلطه مشت زنی در نمود زنها و دختران اوریان تصویر کردند.
در نتیجه آنها را بیرون کردند. آن زمان منصبداران اصرار داشتند که پیام‌های اغواگرانه را در هنر معاصر پشتیبانی نمی‌کنند و 2 سال پیش با تشبث این نهاد یگانه جسد مومیا شده را از آثارخانه تاریخی قرقیزستان دفن کردند. шаҳрдори Москав мегӯяд барои қонунвайронкунӣ ҳудуди 200 нафар аз зодагони кишварҳои ҳамсуд ё худ ИДМ аз пойтахти Русия депорт шуданд. Сергей Собянин дар саҳифаи интернетии худ навиштааст: вақтҳои ахир байни муҳоҷирон чандин занозаниҳои гурӯҳӣ ба амал омадааст ки ҳеҷ қобили қабул нест. ин боис шуд ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ моҳҳои ахир рейдҳои шадид доир кунанд. дар пай нисбати 800 нафар муҳоҷирон парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда 7500 дигарро аз ҳаққи вуруд ба кишвар маҳрум карданд. шаҳрдор ҳушдор додааст дар оянда низ дар қиболи чунин ба ислом меҳмонон аз ин гуна иқдомҳо кор гирифта хоҳад шуд. шумо барномаи ахбори радиои озодиро тамошо доред. дар ин шабу рӯз ки шурӯи мавсими чидани писта, яке аз меваҳои гаронарзиш дар Тоҷикистон маҳсуб мешавад, дар водии Вахш ҳосили хоми пистаро аз ин пештар ҷамъоварӣ карданд. ҳарчанд чидани ҳосили норасидаи меваи худрӯи кӯҳистонӣ расман иҷозат нест, вале ин гуна қонуншиканиҳо ҳамасола дар ҷангалҳои вилояти Хатлон ки беш аз 50 000 ҳисоб шудааст ба чашм мерасад. идома дар гузориши ҳамкорони мо. در تاجیکستان موسم جمع‌آوری پسته رسما آغاز شد، ولی در جنگل پسته‌چینان دیده نمی‌شوند. شاخ درختان پسته خالی از حاصل است چون پسته را پیش از مهلت غون کردند. این در حالی است که موسم جمع‌آوری پسته از دهه دوم ماه آگوست سر می‌شود. امروز منطقه تنج آرام است. ظهوربک شریپوف نگهبان 300 گکتار پسته‌زاری وادی وخش است که میگوید مردم دیگر منتظر پره رسیدن حاصل نمی‌شوند. پسته‌چینی آغاز می‌یابد. به همگان معلوم است که اکثریت زیادی مردم کوهستان بیکار است. یگانه همین منبع درآمد خواجگی امو اویلش در همین جمع‌آوری میوه پسته باشد. در یک خواجگی 10 نفر را برای جمع‌آوری غیر قانونی و پیش از موسم جریمه کردند که این عدد در سطح ولایت زیاد بوده است. با رسیدن پسته و اجازه رسمی، ساکنان می توانند حق جمع‌آوری پسته را پیدا کنند، ولی حاصل جمع شده با خواجگیداران برابر تقسیم کرده شود. چینیش غیر قانونی بود از طرف دهه‌های سنگتوده، نواباد، قزان گذر و بلکدشت توی توش، همین دهه‌های هستند که در همین منطقه ما نزدیک هستند. ساکنان همین دهه‌ها منتظر نمی‌شوند. خواجگیداران میگویند که سردی بهار امسال حاصل پسته را کم کرده است. در ختلان زیاد از 80,000 گکتار پسته‌زار موجود است و بیش از 10 شرکتی است که پسته را از خواجگی ها میخرند، اما برای مقامات معلوم نیست که مالکان آنها کیستند. ما اوید خواجگی در قانون معلوماتی عمیق نداریم. بعد فروش اندازه معین دولتی را میسپارند. غیر از آن که 10% از درآمد عمومی به اگنتی خواجگی جنگل نزد جمهوری تاجیکستان پرداخت میشود. از اداره جنگل گفتند که پسته ختلان صادرات نمی شود و نرخ 1 کیلوی آن 35 سومانی است، اما مردم میگویند که 1 کیلو پسته در بازار از 100 سومانی بالاست. پسته را اگنتی خواجگی جنگل نرخ گذاری میکند. معلوم نیست که امسال چه قیمت برای 1 کیلوگرم پسته گذاشته می شود و خریداران چندی خواهند خرید. ҳукумат вазири корҳои хориҷии олмон гуфт ӯзбекистон мехоҳад марзашро барои он гурӯҳи афғонҳое боз кунад ки дар феҳристи давлати олмон ҳамчун афроди ҳаёташон мавриди хатар дар режими толибон ёд мешавад. маҳз рӯзи 30 август дар чорчӯби сафари 4 рӯзааш ба осиёи марказӣ ва ховари миёна ба Тошканд сафар кард. дар хабарҳои расмӣ гуфта мешавад ки мавзӯи кӯмак дар берун бурдани гурӯҳи нафарони ҳаёташон таҳти хатар аз афғонистон мисли фаъолони ҳуқуқ ва журналистон дар маркази гуфтугӯҳо хоҳад буд. баъди ӯзбекистон маҳз то шоми 30 август ба Тоҷикистон меравад. бинандагони азиз, вақти барномаи ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. фаромӯш накунед фардо шуморо бо хабарҳои нав мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар як шумо.